شما اون چیزی که میخواهید حیات شما پیدا نمیشد، نه که همون چیزی که شما باوری دارید هوای پیدا میشد. دقت، شما اون چیزی که میخواهید آرزو میکنید وای پیدا نمیشد در حیات شما. همه وای آرزوها تو عملی نمیشن، نه که همون چیزی که همون آرزویی که با شما باوری دارید هوای جامعه عمل میپوشد، به همون مقصد میرسید. دقت کرده استید؟ شما همون مقصد ها، همون چیزهای حیاتتون با دسترس کردن میتونید که همون چیز برای خودتون شما реальный حساب میکنید. Человек достигает только те цели, которые считает для себя реальными. انسان فقط همون مقصد برسیدن میتواند که برای خودش همون چیز реальный حس کند. گفت که همین چی برای من реальный، من این کار کردن میتوانم. با خودش باوری دارد برای همون کار ساختن کردن. برای همون اول شما باید که به خودتون باوری کردن سازید. برای که به خود باور سازید اول فهمیش ثروتمندی، فهمیش چمپیونی، فهمیش توانایی تربیت کردن در کاره. بعد شما همون چیز حیاتتون ساختن میتوانید. هموطنان عزیز گرامی، در درس‌های گذشته من درباره یک چند تا فکرانه کمبغلا، فکرانه ثروتمندا گفتم. یکی از مشکل ترین فکرانه که هست، از 55 تا فکرانه که من یافتم در مدت 22 سال کارم، فرقیت مردم کمبغل و ثروتمند، یک تا که همین هست، همه مشکل ترین این نخوتکه. تو از مردم کمبغل فکر میکند فکر نارسایی، فکر و فکر نارسایی هست. دائما فکر نارسایی میکنه. مردم ثروتمند فکر ایزابیله، فکر چی؟ فراوانی.